روز 22 ایول امام علی رحمان قبل از گذشت نمایش نظامیان در قلمرو گواردیای ملی تاجیکستان سخنرانی کرده از سیاستمداران، پیشوایان همه حزب و حرکت‌های سیاسی، زیاییان و شخصان منصبدار افغانستان دعوت کرد که متحد شوند و کشور خود را نجات دهند. در این باره رسانه‌های محلی خبر می‌دهند. رحمان اینچنین اظهار نمود که افغانستان و تاجیکستان زبان، دین و فرهنگی مشترک دارند که در رابطه با این تاجیکستان به ثبات کشور همسایه منفعت دار می باشد. اصول اداره کنی و ساختار دولتداری در همه کشورهای صاحب اختیار از جمله افغانستان باید تنها با خواهش اکثریت مردم و اراده شهروندان آن معین و مقرر کرده شود. جلب مردم به فتنه ها و مناقشه ها برای به دست آوردن منصب های بلند یک تجارتی ناامید است که عاقبت های فاجعه بار و خطرناک دارد، گفت او. من این سخنان را در اساس تجربه تلخ سالهای 90 مردم تاجیکستان میگویم، زیرا یکی از سبب‌های اساسی جنگ شهروندی در کشور ما محض کوشش‌ها برای به دست آوردن منصب‌های بلند بود، گفت او. استقلال و آزادی، صلح و آرامی. ناظران مستقل اظهاراتی در بالا ذکر شده رئیس جمهور را با نظرداشت طرز نگاه داشتن قدرت خود در کشور با مضحک مناسبت کردند. در مورد سخنهای دین و فرهنگ مشترک باشد، با نظرداشت تلاش‌هایی که رژیم رحمان برای نابود کردن اسلام و عوض کردن آن با دین زردشتی کوشش میکند، نمیتوان جدی قبول کرد. و وضع نهایت مرکب و ناست.